امروز در خدمت شما هستم با آموزش آشنایی با ابزار مس و استفاده از فضای کاری مس در رویت. همونجور که میدونید ما توی رویت جدا از بخش آرکیتکچر که شما با استفاده از ابزار وال، دور، ویندو، کامپوننت میاین و فرم دلخواهتون رو میزنید، یک فضایی داره رویت به اسم مس. توی این فضا شما میاین و مبلمان، سه‌بعدی، فامیلی و یا اشکالی رو ایجاد میکنید که ساختن اونها با استفاده از بخش آرکیتکچر رویت ممکن نیست و یا خیلی سخت هستش. در واقع توی فضای مس شما میاین اشکال و فرم هایی رو ایجاد میکنید که کاملا از ذهن خودتون بیرون میاد و به شکل های خیلی پیچیده‌ای هستن، مثل مخروط، مثل گنبد، مثل پل‌ها، تونل‌ها و یا فرم‌های خیلی کرو مانندی که نمیشه اونها رو با استفاده از بخش آرکیتکچر ایجاد کرد. اگر بخوام یک نمونه خیلی مشابهی براش بزنم، در واقع شما با استفاده از فضای مس میاین و اشکالی که خیلی راحت با اسکچاپ مدل سازی میکنید رو میتونید توی رویت بیاین این کار رو انجام بدین و مدل سازی بکنید. برای این کار شما از 3 روش مختلف میتونید وارد فضای مس بشید. یکی وارد تب خود مسینگ اند سایت بشید و از این پلیس مس بیاید و فضای مس رو فعال بکنید. جور دیگه که میتونید فعال کنید، از همون تب آرکیتکچر بیاین بخش کامپوننت فلش پایینش رو بزنید، مدل این پلیس و بعد از اون بخش مس رو انتخاب بکنید، اوکی کنید، اگر هر اسمی که میخواین براش نامگذاری کنید و وارد فضای مس خواهید شد. سومین روشی که شما میتونید وارد فضای مس بشین، وارد تب فایل بشین، از بخش نیو بیاین و کانسپچوال مس رو انتخاب بکنید و بعد از اون وارد فایل کانسپچوال مس بشین و متریک مس رو انتخاب بکنید و در این صورت هم شما وارد فضای کاری مس خواهید شد. معمولا مس رو من میام و روی فضای سه‌بعدی باهاش کار میکنم تا اینکه وارد پلان بشم، ولی از فضای نما هم شما میتونید ازش استفاده بکنید. خب برای شروع من وارد تب مسینگ اند سایت میشم و این پلیس مس رو میزنم. اما این نکته رو حتما به شما میگم که شما باید این گزینه رو که شو مس با ویو ستینگز هست رو روش یه دونه بزنید تا فضای مس و یا هر اشکالی که با مس ایجاد میکنید براتون نمایش داده بشه. اگر این گزینه خاموش و به این حالت باشه، ممکنه که این گزینه این پلیس مستون براتون کار نکنه. اما در بعضی از ورژن ها و حالت هایی که خودتون قرار دادید به این صورت هستش که شما به صورت اتومات این پلیس مس هم بزنید میاد و خودش اون فضا براتون روشن میشه. اگر فرضاً ولی این فضا برای شما روشن نشد و با زدن این پلیس مس اروری برای شما باز شد، بدونید که به خاطر این هستش که میگه مستون قابل نمایش نیست و شما حتما باید این گزینه رو فعال بکنید. حالت دیگه ای که میتونید فضای مسرتون رو فعال بکنید اینه که از روی کیبورد دوبار دکمه وی رو بزنید و بعد از اون بیاین مس رو پیدا بکنید و مطمئن باشید که تیکش اینجا براتون فعال باشه تا هر المنت و یا چیزی که با مس توی پروژه‌تون وجود داره و یا ساختید به نمایش در بیاد. خب حالا من میام و این پلیس مس رو انتخاب میکنم، یک اسمی براش میذارم، فرضاً میذارم همون کنج آکادمی. خب شروع میکنم به طراحی. اولین چیزی که با زدن مس برای من باز میشه یک فضایی هستش قالب طراحی داره، همون خطوط، همون اشکال که به شما آموزش داده بودم توی جنریک و این هستش که شما با هر کدوم از اینها میاین و اشکالتون رو میسازیم. اول میام با یک مکعب ساده شروع میکنم، وارد فضای همون تیریدیم میشم و یک مربع انتخاب میکنم. بعد جاش رو انتخاب میکنم که شروع این مربع کجا باید باشه. فرضاً به طور مثال من طبقه اول رو انتخاب میکنم که طبقه اول بیاد و این مربع رو برای من بکشه. میام و یک مربعی میکشم و یه دونه روش که کلیک بکنم
یک دکمه توی بخش فرم هست به عنوان create form. شما وقتی فلش پایین رو بزنید 2 تا گزینه داره، solid form و void form. به صورت دیفالت شما اگر این فلش پایین رو نزنید و فقط خود create form رو در واقع کلیک بکنید روش، براتون شکل سالید ایجاد میکنه. حالا من به شما میگم گزینه دوم که void هستش به چه صورت هستش. خب پس من با کشیدن یک مربع، کلیک کردن روی اون مربع و زدن create form میام و یک مکعب مستطیل 3 بعدی با اون شکلی که به صورت 2 بعدی ترسیم کردم ایجاد میکنم. حالا من برای تغییر دادن ارتفاع این یا حتی عرض و طول اون فقط کافیه روی صفحه کلیک بکنم، یک فلش هایی بر من باز میشه. با زدن فلش آبی رنگ توی این قسمت، با زدن فلش قرمز رنگ توی این قسمت هم با زدن فلش سبز رنگ میام و اونها رو تغییر میدم. حالا یک موقع هایی هست که من میخوام اونها رو به صورت مورب تغییر بدم. کافیه بیام این رو بزنم، بعد از اون با فلش های دیگه بیام و بازی کنم تا اون شکل دلخواه خودم رو ایجاد بکنم. الان شما اگر بیاین و ویژوال استایل رو روی رئال بذارید، خیلی ساده تر میتونید اون رو در قالب یک فرم واقعی تصورش بکنید. خب حالا من میام و مدل های دیگرم بهتون میگم. الان توی این قسمت من یک فلشی هم بین فلش های اصلی میبینم. شما با کشیدن اینها هم میتونید بیاید فاصله بین فلش آبی و فلش قرمز رو حرکت بدید. توی این قسمت بیاین فاصله بین فلش آبی و فلش سبز رو حرکت بدین. توی این قسمت هم بیاین فاصله بین فلش قرمز و فلش سبز رو تغییر بدید. حتی شما با زدن و کلیک کردن روی خط هم میتونید این قسمت و یا گوشه ها رو تغییر بدید و حتی با کلیک کردن روی نقطه و یا گوشه از کارتون هم میتونید اون رو تغییر جهت بدید به حالتی که میخواین. خب این برای مکعب مستطیل به این صورت بود که دیدیم. حالا من میخوام به شما بگم که void form چی هستش. من به طور مثال میام چیکار میکنم؟ میام یک دایره‌ای روی این صفحه میخوام بکشم. برای اینکه میخوام مشخص کنم که آقا من میخوام روی این صفحه یک دایره بکشم، میام از بالا drawn face رو انتخاب میکنم. اگر drawn work plane رو بخوام انتخاب کنم، قبلش باید یک work plane یا یک صفحه کاری خودم ترسیم بکنم که بهتون آموزش میدم همین الان منظور از ایجاد صفحه کار چی هستش. حالا فرضاً به طور مثال من همون drawn face رو میزنم، دایره رو انتخاب میکنم، روی خود همون صفحه که برم خودش بولد میشه. یعنی اصلا شما موستون رو بیارید روی این صفحه خودش میاد و بولد میشه و به شما میگه که آقا این صفحه رو میخوای انتخاب بکنی یا این صفحه رو میخوای انتخاب بکنی. اگر به طور مثال شما اگر موستون رو روی صفحه دلخواهتون آوردین و بولد نشد، دکمه کیبورد تب رو بزنید. تب میاد دونه دونه با هر بار زدن دکمه تب برای شما صفحه‌ای که میخواین رو نشون میده. یه بار تبو بزنم میگه آقا این صفحه رو میخوای، یه بار دیگه تبو میزنم کلش رو میخوای، اینو میخوای. یعنی میاد دونه دونه با هر بار زدن دکمه تب برات سلکت تو عوض میکنه. اگر نهایی بود و اون چیزی که میخواستی بود، یه دونه کلیک میکنی میگی نه اینو میخوام. پس من میام همون drawn face رو میزنم، دایره رو انتخاب میکنم، بعد از اون هم دایره‌مو ایجاد میکنم. میام یه دایره دیگه این ور کارم ایجاد میکنم، دقیقاً مساوی با عین همون که اونجا ایجاد کردم خودش میاد و یک خط چینی برای من میذاره و همونقدر که من دایره رو بیام و شعاعش رو اضافه بکنم، وقتی که با دایره روبروش و دقیق عیناً هم اندازه که بود خودش وای میسته، همونو من کلیک میکنم. بعد میام از این بالا مودیفای رو انتخاب میکنم، اولی رو میزنم، دومی رو با نگه داشتن دکمه کنترل کلیک میکنم و بعد از اون از create form میام void form رو میزنم. الان من وقتی که از ویژوال استایل بیام رئال رو انتخاب بکنم، میبینم که اومده یک void برای من بین این دوتا ایجاد کرده. اگر من بیام و به جای دایره اینجا یک فرم دیگه ای قرار بدم، فرضاً به طور مثال من بیام به جای یک مربع قرار بدم، مربع رو انتخاب کنم و دایره رو انتخاب بکنم و void رو بزنم،
ببینید اومد هر جوری که شده برای من اینجا یک ویدی ایجاد کرد، با اینکه اون مربع بود و دایره، ولی اومد برای من بین این دوتا یک وید ایجاد کرد. خب همونجوری که میبینید create form که آموزش رو الان بهتون دادم، اون هم برای ایجاد void form بود. مثال دیگه که میخوام براتون بزنم که شما میتونید از فضای مس ازش استفاده بکنید، ایجاد فضای ورک پلین و کار کردن روی همون هستش. منظور از ورک پلین هم که همین چند لحظه پیش بهتون گفتم، منظور ایجاد یک صفحه کار هستش. یعنی من به جایی که بیام لول 1 رو انتخاب بکنم و روی لول 1 شروع کنم فرم سازی کردن، میگم آقا من خودم میخوام یک صفحه کاری بیام برای تو تعریف بکنم و تو بیا روی اون صفحه کار برای من فرم ایجاد کن. به طور مثال شما برای اینکه بیاین ورک پلن یا صفحه کار ایجاد بکنید از فضای 3D نمیتونید این کارو بکنید، یا باید وارد فضای پلانتون بشین یا باید وارد یکی از نماهاتون بشین. من میام از پلان طبقه اولم روی پلین میزنم. شما ببینید حتی توی 3D این بخش پلین خاموش هستش و نمیشه استفاده کرد. میام لول 1 رو میزنم و روی پلین کلیک میکنم. میام 3 تا خط فرضاً به طور مثال من صفحه کار ایجاد میکنم. اسمشونم میام تغییر میدم. روشون که کلیک کنم، روی کلیک نیم بزنم، اسمش رو تغییر میدم. میزنم فرضاً 1 2 و 3. دوباره وارد فضای 3D میشم. میگم که میخوام من اینجا یک خط کرو بکشم. پلیسمنت پلین یا همون صفحه کارم رو من میخوام 1 باشه. حالا این 1 که مشخص شد، من دوباره استایل رو میذارم روی هیدن لاین. روی 1 بیا برای من یک خط کرو بکش. خب حالا دوباره من یک خط کرو میخوام، ولی این دفعه روی فضای کار 2. میگم آقا بیا این خط کرو به فضای 2 منو این شکلی بکشین. دفعه دوباره هر بار با زدن دکمه اسکیپ از ادامه طراحی من میتونم خارج بشم. دوباره ولی این دفعه روی فضای 3 بیا و برای من این یکی خط رو بکش. دوباره دکمه اسکیپ رو میزنم. حالا میگم این کنترل رو نگه میدارم، این کنترل نگه میدارم و این رو برای من فرم ایجاد کن. دیدید که اومد و اون 3 تا خطی که من کشیدم و برای من یک فضای کر و یک صفحه ایجاد کرد. کار دیگه‌ای که من میتونم بکنم این هستش که بیام از دستور ریوالو استفاده کنم توی مس. ریوالو یعنی چی؟ ریوالو در لغت به معنای چرخیدن و یا دور زدن هستش، یعنی حول محور چیزی چرخیدن. خب برای ایجاد فرم هایی مثل گنبد، مثل کره، مثل مخروط، اینها تکرار یک صفحه 2 بعدی حول محور یک خط هستن. شما اگر بیاین تصور بکنید که فرضاً اگر بخواید یک مخروط رو 2 بعدی تصور بکنید و با چرخش اون شکل 2 بعدی مخروط ایجاد بکنید، اون شکل 2 بعدی مثلث هستش. ببینید به طور مثال من یک صفحه کار میام ایجاد میکنم، دوباره توی همون لول 1. خب میگم این صفحه کار من باشه، اسمشم میذارم ریوالو و وارد فضای کار 3 بعدی میشم. روی بخش شو میزنم تا صفحه در واقع ریوالو من مشخص باشه. میگم آقا صفحه ریوالو من رو مشخص کن. حالا برای اینکه من بخوام روی این صفحه کار کنم و اشکال ریوالو مانند ایجاد بکنم یا حالت اشکال چرخشی ایجاد بکنم، نیاز دارم یک خط ریفرنس هم مشخص بکنم. پس من از بخش ریفرنس که وارد شدم میام روی ورک پلینی که میخوام، یا حالا میتونه این ورک پلین از توی نما تشکیل شده باشه و یا حتی مثل الان که من از پلان کشیدمش روی پلان مشخص بشه. من میام روی همین ورک پلین یا صفحه کارم یک خط میکشم.
چون من میخوام اون شکلی که میخوام ایجاد کنم حول محور این خط بچرخه. خدمت شما این مثالی که من زدم الان مخروط بود. من میام و یک کلیک روی خود این خط فرضی میزنم تا صفحه کارم اون حذف بشه و این خط فقط فعلا برای من بمونه. میام و لاین رو انتخاب میکنم، روی خود همین خط یک خط میکشم، ادامش دوباره یک خط دیگه و اون رو به یک مثلث قائم الزاویه تبدیل میکنم. بعد از اون با سلکت کردن کل این ماجرا، یعنی هم خطم و هم مثلثم، کرییت فرم رو میزنم. ببینید برای من یک مخروط ایجاد کرد و من تونستم با استفاده از یک خط فرضی مبدأ و یک شکل دو بعدی یک مخروط ایجاد کنم. حالا من میخوام بیام و یک کره ایجاد کنم. دوباره من ریفرنس رو میزنم، میگم برای من ریوالو رو بیار، یک خط ریفرنس اینجا میام و تعیین میکنم. برای کره اگر بیاین تصورش کنید میدونید که یک خط و یک خط کرو نیاز داره تا من کره‌مو داشته باشم. دوباره همه اینا رو سلکت میکنم و کرییت فرم میزنم و من اینجا کره خودم رو ایجاد کردم. شما اگر روی یکی از این کره ها رو بزنید و اون رو تغییر بدید از کره تبدیل به رینگ یا حلقه میشه، ولی من میخوام روی حالت همون کره بمونه. اگر هم که بیام فقط فلش آبی رو انتخاب بکنم، میام مکانش رو روی خود همون صفحه کارم فقط میتونم تغییر بدم. اینم از این. حالا من میخوام بیام و یک گنبد ایجاد کنم. دوباره وارد بخش ریفرنس میشم و ریوالو رو انتخاب میکنم، یک خط فرضی. برای ایجاد گنبد من نیاز به یک خط ال مانند دارم که برابر باشن و بعد از اون یک خط کرو که اینها رو به هم متصل کنه. بعد از اون دوباره من کلش رو کلیک میکنم و میبینید که گنبد بی‌نقص هم رو دارم. حالا من میخوام این گنبد یک مقدار تیز باشه. دوباره ریفرنس، خط، ریوالو، لاین. خب خود خط رو سلکت میکنم، روی لاین میزنم. کافیه که خط المانندی که میکشم بخش ارتفاعیش بلندتر از بخش عرضیش باشه و این رو به هم دیگه متصل میکنم به این شکل و کرییت فرم رو با سلکت کردن همش میزنم. ببینید که بخش نوک‌تیزش ایجاد شد. ببینید شما فقط کافیه برای ایجاد فرمتون با استفاده از ریوالو یک تصور دوبعدی از کارتون داشته باشید که بدونید که با چرخش اون کار دوبعدی میاد و فرم دلخواهتون ایجاد میشه. الان به طور مثال من میخوام بیام از این گنبد یک ساختمونی مثل ساختمون سردرب ایجاد کنم. میام و با استفاده از مربع میگم که ریفرنس لاینمو بذار روی لول 1 اول که من یک مربع ایجاد بکنم. بعد این صفحه میخوام مربعم بیام این صفحه زیر قرار بگیره. میام و از بخش هست پیک رو انتخاب میکنم و جایی که میخوام قرار بگیره. خب الان دقیقا همراستا با این شد، فقط کافیه این رو من جابجا کنم و بیارمش اینجا. بعد کرییت فرم رو بزنم. بعد از اون رو به ابعادی که میخوام با سلکت کردن هر کدوم از وجه هایی که میخوام تغییر بکنه در بیارم. بعد از اون چیکار میکنم؟ وارد بخش مدل میشم، دران فیس رو میزنم، رکتانگولار یا همون مستطیل رو انتخاب میکنم، یک سردر برش ایجاد میکنم، میخوام این خط حذف بشه. دوبار روی این خط که بزنم فقط همون اون انتخاب میشه و اینجا رو من میام به صورت حالت یک تاق در میارم. بعد همین شکل رو انتخاب میکنم، وارد بخش پلان میشم، کپی رو میزنم، با نگه داشتن دکمه شیفت اون رو اونور دقیقاً
کپی میکنم. حالا این شیپ رو انتخاب میکنم، دکمه کنترل رو نگه میدارم، این هم انتخاب میکنم و void form رو میزنم. الان من یک سردر ایجاد کردم. خب مدل دیگه ای که میخوام بهتون یاد بدم حالتی هستش که میخوام بیام یک پل و یا یک تونلی همراستا با یک خطی که میخوام ایجاد بکنم. به طور مثال من وارد فضای مدل میشم و پلیسمنت پلن یا همون صفحه کارمو لول 1 انتخاب میکنم و اسپلاین رو انتخاب میکنم. وارد هیدن لاین میشم. خب اینجا یک فضای کرو مانندی میام من ایجاد میکنم به این شکل. اسکیپ رو میزنم. خب بعد از کشیدن این خط میام از بخش ورک پلین ست رو میزنم و اولین نقطه که روی این خط قرار داره رو روش سلکت میکنم. البته اگر میبینید صفحه کارتون براتون مشخص نمیشه ورک پلین رو روی حالت شو بذارید. بعد از اون از بخش درا میام و یک مربع رو انتخاب میکنم. دوباره ست رو میزنم، نقطه دوم مربع و یک مربع میکشم. اگر هم فرضاً بخواید مربعتون همشون یک اندازه باشه فقط کافیه که روی مربعی که میخواین بزنید ببینید که طول عرضش رو چند دادید، عیناً بیاید و طول عرض بقیهش هم یکی بدید، اما من نمیخوام یکی باشه. دوباره ست رو میزنم، نقطه سوم مربع، به همین شکل تک تک نقاط رو میام و صفحه کار قرار میدم و روشون اشکال میکشم. بعد از اون مودیفای رو میزنم، دونه دونه مستطیلایی که کشیدم رو روشون سلکت میکنم، همشون رو یادتون باشه سلکت کنید. بعد از اون کرییت فرم رو میزنم. ببینید برای من الان بذارمش روی حالت رئال، برای من اومد و حالت تونل مانند ایجاد کرد. حالا من شکلی که کشیدم مربع بود، شما میتونید این شکل رو با کشیدن فرضاً یک دایره ایجاد کنید. الان به طور مثال بخوام براتون یک تونل دایره شکل هم بکشم، دوباره اسپلاین رو میزنم، لول 1 بر من بیا یک تونل دایره به این شکل درست کن. خب ست، نقطه اول دایره 1 و 8 شد، ست نقطه دایره 1 و 8 ست نقطه. خب دوباره مودیفای و تک تک اینها رو من با نگه داشتن دکمه کنترل کلیک میکنم و کرییت فرم رو میزنم. ببینید برای من اومد شکل و یه تونلی که میخوام رو ایجاد کرد. شما به این شکل میتونید از فضای مس رویت خیلی ساده استفاده بکنید و اون رو توی کارتون داشته باشید. روی حالت ویو من میام و اونا رو یه رنگی که میخوام میدم. بخوام تک تک اینها متریالشون رو میتونم تغییر بدم، کافیه 2 بار روشون کلیک کنم، روی هر کدوم که میخوام میزنم. از این بخش متریال میام میذارم روی حالت دیفالت فرضاً. حالا هر چی که میخوایم باشه، من معمولا از دیفالت استفاده میکنم که هر چیزی که میخوام حالت سالید باشه و خودم بهش بیام شکل بدم. بعد این رو من اوکی که بکنم این مشکی محض میشه، از حالت ایر و یا حالت شیشه‌ای در میاد. حالا هر چیزی که میخواین بدین، آجر میدین، شیشه میدین یا هر چیزی که میخواین. امیدوارم که با استفاده از این ویدیو تونسته باشید کامل با فضای مس آشنایی پیدا کنید.